سلام، من الهام. قراره اینجا با هم کلی دستور خوشمزه و سالم یاد بگیریم. امروز میخوایم با یه سالاد خوش رنگ و فوق‌العاده شروع کنیم. سالاد نخود مدیترانه‌ای. مواد لازم برای 4 نفر. نخود پخته یا کنسروی 2 پیمانه. گوجه 1 پیمانه. خیار 1 پیمانه. فلفل دلمه‌ای 1 عدد. جعفری تازه 1/2 پیمانه. پنیر فتا 1/2 پیمانه. زیتون 1/2 پیمانه. روغن زیتون 3 قاشق. آب لیمو ترش 2 قاشق. سرکه بالزامیک یا قرمز 1 قاشق. فلفل سیاه، نمک و پودر آویشن به دلخواه. این سالاد پیاز هم داره، ولی بنابر ذائقه خودتون میتونین اون رو حذف یا اضافه بکنید. حالا شروع میکنیم به خرد کردن موادمون. به بمب انرژی و سلامتی معروفه به خاطر نخود و مواد مغذی که داره. پروتئین گیاهی فراوانی که داره برای ورزشکارا و گیاهخوارا عالیه. به خاطر فیبر بالاش هم کمک به هضم بهتر میکنه، هم کاهش میل به پرخوری میده. حالا همه مواد رو با هم دیگه قاطی میکنیم. بعدش هم که ادویه ها رو اضافه میکنیم. حالا همه مواد رو با هم قاطی میکنیم. اینم از سالاد خوش رنگ و طعم ما که کمتر از 10 دقیقه آماده شد. نوش جان.